در ورزشگاه لاچین شهر خوجند واخوری‌های مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان آغاز گردیدند. در این بازی‌ها دسته‌های اشتراکچی لیگ عالی و لیگ یکم ولایت اشتراک دارند. پس از قرعه کشی دسته‌ها به دو گروه تقسیم گردیده در یک دور بین هم بازی انجام می‌دهند. در گروه ا دسته‌های پرواز فرودگاه بین‌المللی خوجند، اسخطه خوجند، خوجند شهر خوجند و مسچای نوحه مسچا، همچنین در گروه ب تیم‌های استرافشن شهر استرافشن، سرازم شهر پنجکند و اسفره شهر اسفره بین هم واخوری دایر می‌نمایند و از هر یک زیرگروه دسته‌های غالب به مرحله نهایی رخ می‌گیرند. همه ساله در آغاز موسم در مقیاس جمهوری تاجیکستان بازی‌های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر می‌گردند و این مرحله منطقه‌ای است که در منطقه‌های جمهوری دایر می‌گردد و امروز ما این بازی‌ها را در ورزشگاه لاچین شهر خوجند آغاز کردیم. مقصد و از گذراندن این مسابقه پیش از آغاز موسم این تیاری به موسم فوتبال نو می باشد. دسته‌ها در مرحله آمادگی قرار دارند و چندین فوتبال بازان را با دسته‌ها از دیگر دسته‌ها و از خارج کشور دعوت کردند و این همچنین یک مرحله تیاری به بازی‌های اساسی چمپیونات تاجیکستان به حساب می‌آید. این چهاربینی ورزشی با تشبث فدراسیون فوتبال کشور با مقصد آماده نمودن دسته‌های لیگ یکم و لیگ عالی به موسم امساله چمپیونات ملی مملکت آید به فوتبال بین دسته‌های لیگ عالی و لیگ یکم راه اندازی شده است. همچنین برگزاری جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امکانیت فراهم می‌آورد که مربیان دسته‌ها با ملکه‌های مهارت فوتبال بازانی که در این موسم به دسته‌هایشان قبول کردند آشنایی پیدا نموده در روند مسابقه کمبودی و خطایی‌های بازیگران را اصلاح نمایند. جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه سوخت یک هفته ادامه می‌یابد و از دو زیرگروه دو دسته بهترین به دور نهایی این چهاربینی ورزشی که در پایتخت کشور شهر دوشنبه برگزار می‌شود راه یافته ولایت سوخت را معرفی می‌نمایند. از جریان این مسابقه و نتیجه واخوری‌ها در گزارش‌های من بعد به هواداران فوتبال اطلاع می‌دهیم.